میدونی چرا از یه جایی به بعد دیگه نمیتونی خط و خشای ماشین رو پاک کنی؟ با من تا آخر این ویدیو همراه باش، دلایلش رو میخوام واسه توضیح بدم. سیو کن که بعدا نگاه کنی، برای دوستات هم حتما بفرست. ما یه بحثی داریم به اسم اشباع سازی بیش از حد پد. یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما روی پد پلیش بیش از حد پلیش میریزید، چه اتفاقی میفته؟ این پد کاملا اشباع میشه به پلیش و یکم که میگذره این پلیش روی پد ما خشک میشه، باعث میشه لایه برداری ما کاهش پیدا کنه. شما توی هر قطعه موظفید که پدتون رو به کمک باد یا آب تمیز کنید. مشکل بعدی زمانی پیش میاد که این پلیش میاد منافذ باز پد ما رو پر میکنه، نمیذاره هوا از داخل پد جریان پیدا کنه. چه اتفاقی میفته؟ پد ما داغ میشه و همین داغ شدن پد باعث کاهش لایه برداری میشه. و من تو قسمت‌های قبلی در مورد داغ نکردن پد با شما کلی صحبت کردم. موضوع بعدی، وقتی که شما بیش از حد پلیش روی پد میریزید، پاک کردن اون پلیش روی رنگ هم سخت میشه. حالا شما فکر کنید که رنگ مشکی باشه، هر چقدر شما بخواید اینو بیشتر دستمال بکشید، اون خش‌ها مجدد به واسطه دستمال برمیگرده. پس در نظر داشته باشید 4 تا قطره پلیش به اندازه نخود بابت هر ابعاد 40x40 کفایت میکنه. خاطرتونم باشه که حتما باید پد رو بعد از هر قطعه تمیز کنید. امیدوارم از این کلیپ یا از این فیلم استفاده کنید.